رای برو با یار بگو یاری تو آمده ای گلی نرگس خریداری تو آمد Kine? Gila. Ha. چکار میکنی؟ مرغ مادر ما و مرغ مادر همسایه جنگ میکنه سکو گیلک نکنی تو کارا. بلبل و خون مرغه گیلا. چیزم بلدن ککستو بلد رد تو کستو. گیلا. و تو کار پیدا کردم. فکو گیلک نکن تو کارا خود. چکار این تو کارا خود نکن به درد نمیخوره. آخه تو کی از این کارا دست میکشی؟ گیلک. به تو یک کار پیدا کردم برارمه. چکار؟ به شرط که مثل کارا دیگه کار فلگی نکنی. همین مال بازار می آمدم و می رمضان به چیم و غلامت دوتری به جلوی ما خورده شی. گفتم این برار تو گیلک چه کار میکنه؟ گفتم بیکاره. گفتم من خونه پرته و کوچه و خونه. گفتم عباس از اینکه بیکاره بیار که ببرم می فارم عسل. بشین فارم عسل. گفتم اونجا برو غره کردی کار خوبی هم هست کار تمیزی هم هست از کوچه و خونه هم دل جمعی. با خونه و کوچه هم نمیگرده. رمضان کلیس فروش آفرین. گفتم خوبه میاره گفتی نیه به شرط گیلک اونجا خیانت نکنی مثل کارا دیگه که یا کاری بکن که تو با درست پس بیرون کنه باز کردن همه بند باشه یه اگه پنجی پامر کلیزا با کل چیشامو بسته میشه گیلک تو می کلونی خواهی از کلیز بترسی 3-4 هزار لک کلیسه اینا به سر کلمه برزه من یکه با من چی گفتم از کل عمر از خونه شوندم گیلک با من گفتم نه خود چی از کل عمر از خونه شوندم او کلیزه هم اونجا کلیز نه فقط همی کلیزا روش کو نمیخوره تو میخوره با من گفتم باز اگر تو بیای که اگر گیلک بیای من گفتم من که نمیتونم باشم گیلک رای میکنم به خاطر گیلک میگم 100 تا هم تی میشه اونجا اصل هم میخوری ها 100 تا هم تی میشه اصل هم هست خودی کلیزا 100 تا هم تی میشه اختلاط هم میکنی فهمیدی؟ همونجا قرار که او کار خوبی کن برو من کجا برو؟ میری علی گفتم خوب ماشی هم بزو میدم نه بابا کجا برو من؟ میفهمی کجاه؟ با پل شیمی اونجی ها خواهی با کجا برو خود قبض من خاله برو در سرایو بگو به بران عباس که بگفته بدین بگو من میام خودشون کار میکنم سکو هر چی گفت به حرفی کو بگو خوبه هم یک روزی برو سکو ماش خوب میده کلیزا مر نکنه که میجم از اینجی میام گیلک نترس کلیز نمیکنه اونا کلیزا نمیکنه فقط کلیزوش کو بفهمیدی برو برو خود گاز مثل دیگه کار نکنی که تو پس میکنه نه بگو من برام عباس ری کده میگی که صبحانه هم بده بزو اصل صبحانه اصل بده برو تو با اصل خوشایده به قیافی تو نمیخوره چی؟ تو کار کرده نمیتونی گردن من بعد باشه میره 3-4 هزار کلیزه چی؟ 3-4 هزار کلیزه اوش کنم 3-4 هزار کلیز تو که میوش کنی؟ بله برو بابا رفت کار خود چرا؟ تو میوش کنی؟ کیوش به میکنم؟ خدا به سر کله تو برزه تو یک نفر چیکار میکنی؟ های نداره 3-4 هزار کلیزه تو یک نفر کدوم اکرمایی بزنی؟ اگه یک دم بچیسی به سر کله نه 3-4 هزار بابا شو 3-4 میلیون پس مشکل تو کمون شد اگر اونا به سر کله تو نرزه اگه تور بکنه امیا که تور بکنه کجا که 3-4 میلیون تور بکنه سر کله تو بعد میگم تو ما چشم تو نمیشه خب میرم داش رفت کار میکنم داش رفت او وقتا که بود داش رفت میگه تیر شد حال فرق میکنه بیا که تو کار پیدا کردم خب برای من قطع کردم مال ما برفتم به سرای که چای بخواه حال چای دم میکنه
و تکمه تا سماوار گوشات میندازم چای دم میشه تو بیا من رفتا خور برق بکنم بخت بیارم بخور سکو تو کار کرده نمیتونی بیا تو کار پیدا کردم چی کار؟ کار آسونه مثلا چه؟ 50 تا فیلم مرغ چه فیلم؟ فیلم مرغ آها همونه که بالا خورما میکنه آفرین گاهی میگه خوده نه خود نه 50 تا فیلم مرغ اینا برده بر به صحرا صبح ببر تا به چاشت اونا رو بچنو پس برگرد بیا نون چای خور بخور ساعت 2 بجه بری که باز برو تا نمازگار برو نمازگار که بودی و صحرا سر میکنی میاری پس نمیزنی به تا عقبه خرجم جمع شما میدم خرج تو را میدم چند وعده؟ چند وعده میداری؟ 10 وعده خرج کردی؟ 3 وعده خرج دیگه خب چند از این فیلم مرغا اورینیه که یکی بیر رو بره یکی بیر رو بره یکی بیر تمام دنبال از اینا فیلم مرغا از بایقوس آورده چوبم بیچاره آرومه اگه میری که تو ببرو اینجا ببرو خب نمه گفت چند میده به تو؟ 120 120 دیگه تو دیوانه شدی روزه روز 120 لیبر میده بله تو دیوانی بابا خرج من هم میده کلیزم میجوش کو امو سر کلی تو بشناخته چیزم تو 120 لیبر از اونایی که زرد نیه اصل او به تو اصل میده او اصل رو به تو میده چره از به جوان بیترتر سکو نام خدا یک تو چیز جوانی هم واقعا راست میگه سر کلی از اصلا میخوره او باز به تو اصل میده از همه جا تو کافو سکو بریم فیلم رو بشه نه هفته میسی خلوج میشم بابا موش از زیادتره چند میده این تو میگی 120 میده اول که 120 به تو نمیده دروغ میگه شاید 50 60 میگی دیونه باشه 50 60 رو از میدم برم جو کلیزارش کنه گفت زدیم ما بابا گف رلو که گف هم نگو گف بفهمید بیا که برم من پیش فیلم قاتو ببرم اون فیلم قاتو اصلا بچه از هم بیتره پشیمون میشی نه ما رفتم اختیار خود داری نه ما مرغ بچه نگاه مرغا یک دم خدای نکرده خاک به زبون تو خاک به زبون تو هفت کسیا به دور تو خاک به زبون تو شغال قول من نظر بالا مرغا ببره نن مگرم 1 سال برو اینجا زحمت کشم به تو مفته کار کنم بابا اونجا شغال نیه شاید به ساعت 1 ساعت به ساعت شاید یک گرگ خودی از مصر افتاد شه خودی فیلم مرغا خود دیگه این کنده بابا گرگ با تو کار نداره نه اشته کار نداره اول من میگیره تو برو تو حال کار میگه صاحب قافلر بگیرم که من دل جمع شد میگو اگه میری اون خبر بده باز بیار دانسر رو بیار من کار حالا بخو پیدا کردم بابا او تو نمیتونی میتونم واسه باز اگه کارگاه گرفتم باز نمیده با گره نکنی با نمایا برو اختیار خود گله گلشتن جانجوره خیریته یا رفتی جانجوره در سرا خوب ببند هفته گلشتن جانجوره یا رفتی تو قبل زدی بدی خود عباس برار یا ایدگل چی رمضان چی؟ برو کلیجوش کنم کلیجا شما روش کنم سرفار چی؟ رمضان گفت زده بوده کی؟ رمضان نرفتی کی گفت زده؟ میگفت گیله که اگه بشه بیای کار کنه گفت زد خودتو خود من نه خود عباس برار من گفت زده دو تک گیله که بگی بیای انا برم اونجا کلیجا روش کنم من گفتم اگه من نمیکنه میبیام 5 دقیقه 10 دقیقه نمیشه که بره رمضان بره رو به سرفار را نه بابا بابا زودتر میامیدی کاش که تو خودت میرفتی دیگه تو یک زنگ بزی زنگ زنو تو بگی لکه می که بیایه آقا اشته نمایه رو ماه دیگه یعنی کلیزا من نمیکنه دیگه نه اونا کار نداره با تو اون لباس به تو میده اسم از این کلیزا شما چیه؟ زنبور اثر زنبور؟ زنبور اثر زنبور اثر زنبور اثر چی؟ زنبور اثر زنگور اثر زن کی؟ الو خوب رمضان برا بخیره شکر نگاه گیلک بیام در سر اومده میگه رمضان گرد زده شما خودت خوب بره آنه گوشی خودی رو گرد زنه برو بیا گیلک گیلا بگی رمضانه
رمضان الو سلام علیکم اندر هماشین جانجور خیریته سلامت باشین منم گیلک به چی پیارمه شما گفته بدین که بیا یک به عباس گفته بدین بیا که ما برای کلیزا روش کنه ها شما روز همینجا با شما چند به ما معاش بدین رو 120 نه خرج با بی خرج خرج میده اگه ما یک دور خدای نکرده خاک به زبون شما خاک به زبون شما افکوسیا به زو بر باشه اگه کلیزا 5 پامر بکنه تا به آف ما و در و چشام بسته میشه تا اون مرگ میفهمیم میدیم که ما بیام اونا نمیکنه خوبه گپی نیه امرو میام انا ما این بیام خوبه بابا اگه نزدیک بگو درزی بیا من خود خوب کی بگم نزدیکه رمضان بابا کجا رسیدی میگه کجا رسیدی اگه میگم نزدیک بیا مرا بو بلک ما بلد نیام برو با مجاب چخاله برو ما اینجا گپ میزنم خب ما صدا تو بشنم یا صدا گوشی اتکاک کرد خب میگم گیلک بابر به اتاق چای هم بده خوبه میای بگو میای ها نه حالا برو میای پس میگه بابا به اتاق چای بخیر بابر خوبه بیا خدا حافظ کی بیا که بریم کجا بریم بیا یا الله بیا بگم تاسیم رخت نه بودی یا رخت کار بخو گیلا اینا رخت روزیت منه نوه مادر من پول بدادک با منیه اینا 2.5 ساعت از ما مرتکب گفتک 2.5 ساعت رختاتو میشه 180 دادم روزی انا 6.5 ساعت هم ما متر 110 بخریدم نگم اینجا فقط رخت کار بکار داری هم پاک باشه رختاتو شه بود اینا نه اینا رخت روزی اینا روزیت با من خریدم مبارک باشه اینا نه چرا برخونی میکنی خب اینا نه مدام بتا معلم اینا برد اینا نه همیتا نگاه دار دیگه من صدا در سرا شد فکر کنم رمضان بیا بیا گیلک جان زنی جنجال خیریته خیلی سلامت یا راستی شم برو خوبی بخیر چی گفت بیا میگی کی کجا رسیده بودی ما دیگه نزدیک فارم بودم چه کار کردی گیلک آماده ای گپ زدم عباس گفت اگه رمضان با ما گفت اگه میای کار میکنی گفتم میام کار میکنم دیگه تا هم همسایه مانی بیکار هم هستی تا هم مر نکنه کلیزا تو بس اونا کار نداری اونجا که بریم بابا تو حال نشون میدی اونا با تاسن دوغا خونه اینا رفتار نوه اینا چند بس رمضان من دیگه یک میشون دیگه باز گیلا من اینا رفتار نوه دارم اینا ما دارم رخت اینا نوه روزید مدر ما بخریدم رخت کار بکار گیلک پیک خواری هم نداری تو بفهمیدی سکو برو جمعه به تو حاله بگم خب سر تو خلاص کنم میگه حساب کاکا برادر من به تلفنم به تو بگفتم بازم شاید نفهمیده بشه گیلک جو برج 3600 روپیه به تو میدیم نه خب شما گفتین روز 120 روپیه میدم همون بشه گیلک همون بشه برو چیگر روز 120 روپیه برج 2200 نمیشه 3600 3600 یعنی از 2200 بیشتر تقریبا 1400 بالاتر بیشتر خوبه بفهمیدی روز 120 روپیه به تو میدم به حساب برجونه دیگه تو به روزونه کار نداری من سیر امایم نون بشم دیگه یار گیلک بدام تو بغستی شد دیگه باید سیر بشم من اگه سیر نشه از اینجا برام میزنم میام نه سکو روز 120 روپیه برج 3600 سواد خرج سالم بخو بخور اگر چی مستی بم خونه خواهم هفتی کلیزا من نکنه نمیکنه اگه بکنه شیشم پیش میشه خوبه دیگه نمیکنه یک روز پارسالکا بودک 5 پامر بکن کلیز چیزی بودک کلیز زرچه انا اون که عذاب کرده بودم
سه چهار دفعه به عذاب کردم من لیاس که باید دفعه لیاس نکم همین خون پامال بکن نگنه چیشام تقریبا 11 روز بسته بود نمیدیدم ایت قبول کنه خب اونا که زنبوره بفهمید زنبور اصل اونا به تو کار نداره اگر به اونجا بری شاید در حدود 1 لک کلیز باشه 1 لک جوا هم پره دیگه داخل جوا اونا به تو کار نداره بله آماده اختام نوه یک 10 دفعه از امید هم بگفتی اختام نوه بله بشنیم بله دیگه وقت چیزی نداری نه نوه گیلک به پیر مادر هم بگفتی که ما خودم که خلاصم ها با پول شیمیه من میگم به پول پیر ما باشه هفته یک شو هم بیشتر نمیره گپی نیه صحیحه بله بله بیا